و محسنات به معنای پاک دامن هم میه و محسنات به معنای آزاد هم میه. اینجا به معنای آزاد است. کسی که گنجایش و توانمندی نداره یعنی که نکاح کنه المحسنات زنان آزاد المؤمنات مؤمنه فمما ملکت ایمانکم پس فمما از او چیزی که ملکت مالک شده ایمانکم دستای راستتان من فتیاتکم المؤمنات از کنیزایی که مؤمن باشه او را نکاح بکنه. کنیزا هم به نکاح استفاده میشن بدون نکاح اگر در ملکت تو قرار داشته باشه. مثل که پیش آیات تیر کردیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت. یا یک زن به نکاح بگیره عدالت مراعات نمیتونسته یا اکتفا به چی بکنه؟ به کنیز بکنه. چرا او ضرورت به نکاح نداره؟ استفاده میتونی به ملک یمینت به او. حالی اینجا خودت کنیز نداری و توانمندی زن اصیل هم نداری که به نکاح بکنی. خیر کنیز دیگه کسا به نکاح خود گرفته میتونی. کنیز در ملکت دیگه کس است. تو قطعش نکاح میکنی حالی او با دارش قطعی ازی هیچ نوع رابطه را نگاه کرده نمیتونه. تنها مالش چیزی که کنیز به دست میاره مالی از او هست، اما دیگه زن ازی جور میشه حقوقش کمتر است از زن اصیل کرده. چرا توانمندی نداشتی که او را به نکاح بکنی؟ من فتیاتکم المؤمنان از او کنیزایی که المؤمن است. معلوم شد که کنیز مشرک باشه او نکاح نمیشه. اگرچه در اختلاف است، یک تعداد علما میگه کنیز چیست مشرک هم باشه خود در ملک یمینیت میآید، لیکن نه قید مؤمن به می خاطر است که با مشرک نمیشه. والله اعلم بایمانکم الله علم است با ایمان شما، یعنی با حالت مکمل ایمان شما. یکی کدامتان اعلاست کدامتان ادناست، چقدر درجات ایمان در بین شما تفاوت داره. بعضکم من بعض، بعضی از شما از بعضی دیگر است. عاروننگ نکنه که کنیز چی است. بله قطعی کنیز نکاحی است، به خاطر از اول نکنه که اولاد آدم باز چی میشه؟ غلام تولد میشه، یعنی غلام عموم بادار جور میشه. از این خاطر نکاح نکنه. اما در دیگه حیثیت کلتان از یک نفس هستین، یکسان هستی، یک انسان هستی. تفاوت در بین آزادی و غلامی نداره. صرف به خاطر نکاح قطعی کنیز از اول به خاطر نشوه که اولاد آدم غلام نبیه، وگرنه در دیگه مسائل هیچ کدام فرقی نداره. فانکحوهن پس نکاح بکنی امرای همی کنیزا به اذن اهلهن به اجازه مالکایش بادارایش و آتوهن بپردازی اجورهن مهرایش بالمعروف موافق قاعده شرعی. محسنات در حالی که پاک دامن باشه، غیر مصافحات یعنی به نکاح یه را گرفته باشه، غیر مصافحات یعنی نباشه زناکار یا بدکار یا شکارا، ولا متخذات نباشه گرنده اخدان به دوستان پنهانی که پت یارانه رقت شروع کرده باشه و توری کارا را نکنی، بلکه به نکاح صحیح شرعی بگیرشه و مهرشان بپردازی. فاذا احسننا وقتی که در قید نکاح شما آمد، یعنی در قید ازدواج شما آمد، فإن اتین بفاحشة اگر همی کنیز آمدن کرد به کاری بی‌حیایی مثل زناواره، فعلیهن بالای همی کنیزا پس از ثبوت شرط اسلام بودنش، فعلیهن بالای کنیزا نصف ما علی المحسنات، نصف او عذابی است یا او حد شرعی است. علی المحسنات که بالای زنای اصیل بود، کدام حدی که بالای زنای اصیل بشد نصفی و حد سر کنیز جاری کن. من العذاب از عذاب. البته اینجا چیسته در دوره زدن 50 دوره زده میشه، اما در مورد چیش سنگسار کردنش علما دو نظر داره. یک تعداد میگه که سنگسار نمیشه، چرا؟ شرط در سنگسار حریت و آزادی است، لیکن اکثریت علما قائل به است که نه، در سنگسار چون تجزیه قبول نداره ایام سنگسار میشه. ذالک لمن خشی العنت منکم، نکاح امرای کنیزا برای کسی است که میترسه العنت واقع شدن در زنا به خاطر غلبه شهوت. منکم از جمع شما، کسی که میترسه که من در زنا واقع میشم او باز قطعی امی کنیزا نکاح بکنه. و ان تصبروا اگر شما صبر بکنه، یعنی نفس خود کنترل کنه و با کنیزان نکاح نکنه، خیر لکم بهتر است برای شما، به خاطر که اولادتان از غلامی نگاه میکنه. چرا اگر با کنیز نکاح بکنه اولادتان غلام میاد؟ والله غفور رحیم، اگر شما صبر بکنی الله مهربان است که آینده توانمندی نکاح زن اصیل براتان حاصل شود. چرا؟ الله غفور است، یعنی الله متعال خیلی مهربان ذات است. در صورتی که تو هیچ نوع اسباب ظاهری نداری برای
نکاح کردن زنی اصیل الله میکنه، غفور است، راه ها را برابر میکنه، رحیم رحم کننده است. چرا الله متعال اجازه داده برایتان که قطعی کنیزم نکاح بکنه؟ اگر اون نمیکرد چی میکرده؟ یرید الله لیبین لکم، الله اراده کرده که واضح واضح بیان کنه لکم برای منفعت شما، و یهدیکم شما را هدایت کنه. یعنی دمی آیتایی که قصص سابقه میشه، یعنی شما را الله متعال در این برنامه ها تنها حکم و فرمان نداده، ملت های پاک و صالح سابقه هم اینمی رقم دمی برنامه ها قطع شما شریک بودن. یعنی یرید الله اراده کرده لیبینه که واضح بساز الله متعال امر دین شما را، یعنی مصالح اموریتان، تمام چیزایی که سبب کامیابیتان است او را برای شما بیان بکنه. ترغیب میده الله متعال ما را که این احکام قابل عمل است. چرا؟ الله برای مصلحت شما بیان کرده. یکی و یهدیکم، شما را راهنمایی کنه، واضح شوه براتان که در این حکم ما تنها نیستیم، بلکه این حکم و برنامه در امتهای سابقه از مردمان صالح و نیکوکارم امیر رقم چی بوده؟ امیر رقم برنامه موجود بوده. سنن الذین و یهدیکم، نشان بده، راهنمایی کنه برای شما طریقه های و کسایی را من قبلکم که پیش از شما بود، به خاطر که شما اطاعت الله را دوست داشته باشید. چرا؟ کاری را که انبیا و صلحا کرده باشه انسان او را زود انجام میده و خوش میشه. یا است که مراد از سنن روش عذابای امتهای سابقه را الله برای شما راهنمایی میکنه که مبادا شما مرتکب خلاف ورزی از احکام الله بکنه و دوچار سرنوشت قومای سابقه شوید. این کارا نشود. و یتوب علیکم، و رجوع رحمت بکنه الله متعال بالای شما، یعنی نعمتهای خدا برای شما پیش میکنه. کدام انحرافات یا تجاوزایی که در زمان جاهلیت آمده بود در بخش نکاح، الله متعال کلش برای شما ترمیم کرد، این نعمت خدا بالای شما تمام کرد. این رجوع رحمت است، رجوع رحمت الله است بالای شما. یعنی خلاص آیت است که الله متعال کدام برنامه را برای شما تجویز کرده، خیر دارین شما در قرار داره و این اینمی تنها برای شما نبوده، اونمو خیری بود که الله به امتهای سابقم خصوصا به مردمان صالح و انبیاء علیهم السلام داده بود، برای شما تجویز کرد، برای شما بیان کرد. از او خاطر شما باید به قصد عمل و به بسیار خوشی سریزی عمل بکنه. والله علیم حکیم، الله علیم است، میدانه تمام مصلحت ها را مطابق مصلحت ها فرامین روان میکنه. حکیم حکمت والاست که هر امر مطابق مصلحت و مطابق آن چیزی که نفهمندی برای بندگان الله است امور الله مقرر کرده. والله یرید ان یتوب علیکم، باز الله ترغیب میده که احکام الله را ما قبول بکنیم. چرا؟ آلی احکام شرعیه و غیر شرعیه وجود داره. احکام شرعی است، در او مصلحت و منفعت است، ما باید او را حتما بپذیریم. والله یرید، الله اراده داره در بیان کردن احکام خود یا در بیان کردن قصه ها و داستانای انبیاء سابقه ایتوب علیکم، که رجوع رحمت بالای شما بکنه. چرا؟ از قصه های انبیاء سابقه عبرت حاصل میکنه، رای مخالفت اعلام میکنه، رای موافقت با نظام الله را میگیره. یا است که یتوب علیکم، با عملی کردن برنامه ها که برای خودتان انگیزه عملی کردن پیدا شد. چرا که عملی بود که قومای سابقه انجام داده بود، الله رجوع رحمت کرد سر شما. و یرید الذین، اراده داره کسانی که یتبعون الشهوات، تابعداری خواهشات میکنه، ان تمیلوا، که شما از راه مستقیم کج شوه، میلا عظیما، با کج شدن خیلی بزرگ، پس به شما مثل ازوا شوه. قرآن چقدر واقعیات را 1400 سال پیش برای ما بیان کرده. الله اراده داره که شما را مورد رحمت قرار داده، نظام خانواده، نظام زندگی و ازدواج برای شما تعیین کرده، او کلش مفید و برنامه مکمل سازنده است. الله میخواه شما از لوث انحراف مکمل نجات پیدا بکنه. لیکن دشمنای دین، مثل که آلی دشمنای دین غربی و اروپایی هستند و اراده داره، و کسانی هستند یتبعون الشهوات، که بالکل بندگان خواهش پرستی است و همین دموکراسی را به می خاطر آورده، حقوق زن سر و صدا را بالا کرده که زنا در هر کوچه و بازار، در هر محل کارشان برشان پیدا شوه، هم کامجویی خود اونجا بکنه، خیر و خلاصی مقصدشان است و بندگان خواهشات است.
و اراده داره، عالی تلاششان در ممالک اسلامی زیاد است، به نام حقوق زن سر و صدا را میپرته، میخواه که شما را مثل خود بگردانه. خودشان خود مرض ایدز مبتلا شده، به چندین میلیون نفوس سالانه و در کام مرگ میکشه از دستی امی بی حیایی و امی ارتباطاتی چی نامشروع. عالی میخواه که جامعه اسلامی را مثل خود بگردانه، بی حیایی را شایع کنه، زنا را عفت و عزتش از بین ببره، کرامت انسانیش مکمل به بادی هوا بده. از او خاطر تلاششان است یا اینمی کارشان است. 1400 سال پیش قرآن بر ما بیان کرد که ای مسلمانا حدود الله را مراعات بکنید، بغیر از راه شرعی راه دیگری را انتخاب نکنید برای پورا کردن حاجتهای جنسیتان، بلکه از او را پیش شوی که الله متعال براتان روا کرده، دیگر را نگیرید. چرا؟ سبب بدبختی جامعه است. امروز ضرری از این را واچشیده دنیای غرب که امی نعوذ بالله آزادگذاری در کدام نتیجه ها وار رسانده، چی بکنه، چه قسم خود نجات بده. یرید الله اراده داره، باز ترغیب میکنه الله متعال. چرا؟ یعنی ما را به این ترغیب میکنه که احکام سخت نیست، بسیار آسان است، پس زود عمل سرش بکنی. نگوی که برو باز آینده میبینیم اگر عمل سرش بکنیم. نه، زود دیگه. چرا؟ آسان است. یرید الله اراده داره الله متعال ایو خفف عنکم که سبک کنه، آسان بکنه در احکام خود، آسانی بیاره از شما، یعنی چیزای گرنگ آسان بسازه. و خلق الانسان ضعیفا، به صورت پیدایشی انسان پیدا شده، یعنی به نسبت مکلفین دیگه ضعیف است. در جسم هم ضعیف است، در حکمت و علم هم ضعیف است. انسان از هر نگاه چی است؟ ضعیف است. چرا؟ الله متعال میگه اسباب شهوات، اسباب لذت خیلی زیاد است، در خلقت انسان بسیار ضعیف است. از امو خاطر زود کده منحرف میشه. از او خاطر الله میگه که شما زود احکام آسان کرده، سرش عمل بکنه. ازدواج چقدر آسان کرده، مهر چقدر چی کرده. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ بهترین نکاح او هسته که معونتش چی باشه؟ بگوه کم باشه. هر نکاحی که معونت تکلیف و خرچش کم باشه و بهترین نکاح. چقدر آسان است که در اسلام ازدواج شود. از این خاطر که اگر این نکاح سخت شود، شرط و شرایط از این ضیق شود، باز دیگه انسان خود ضعیف است، نمیتونه مقابله با قوت شهوانی خود بکنه و او طرف هم نعوذ بالله راههای انحراف هم زیاد موجود باشه. حتما در زناها واقع میشه و همین امراض گوناگون باز خود به خود پیدا میشه. دنیای غرب همین طور شده، آره شده. انسان ضعیف است، توانمندی نداره، از او خاطر ازدواج آسان کرده. الله خو میگه ما آسان کردیم که زود سرش عمل بکنه و شما در نعوذ بالله کارهای بی‌حیایی و فحاشی واقع نشوه. اما ما مسلمانان چی کردیم؟ ای پدری دختر، تو دختری تا نگاه کرده 30 ساله شده و 10 دانه خواستگار هم آمده در دروازه استاد شده، تو میگی که تا دکتر نبیه، بیلدینگدار نبیه، موتردار نبیه، نمیدام. اصل دروازه زنا را تو برش اعلام کردی. آخر دخترت با تلفن قطعه که آشنا شده، برو بخیر. صبح میخیزی که در خانه دختر نیست، حالی زنگ میزنی خانه انبه، خانه با ماما. این گپا در این روزا برای من زیاد پیش میشه. خب این گپا خیلی زیاد هسته. چرا؟ تو را الله چی گفته بود؟ زمینه نکاح و ازدواج آسان کو، سخت نکو. نه، ما دختری خدا به کسی میدم که در اورانوس عروسی بگیره، سازنده را از هندوستان بیاره، از تاجیکستان بیاره. در روز قیامت به الله جواب میدی. چرا؟ کدام انحراف و زنایی که در اینجا واقع میشه رواج تو مانده ای، مردم عادت به هتل تو کردی. از او خاطر در کابل که دختر سوال میکنی چند ساله است؟ 35 ساله. ازدواج کردی؟ نه تالیده. چرا؟ تحصیلم تمام نشده. ډوډۍ خور. این تحصیلی قدر مهم است که تمام میکنی چی میشی آخرش؟ دکترک جور میشی. باز مردم خو کی را میگیرن؟ چاکلیت پوست شده را یا ناپوست شده را. باز کسی هم تو را در بازخواست نمیکنه. چرا؟ خود دیده، خود آزمایش کرده، در دفتر، در دیوان، در همه گپا خود دیده. باز بشی دیگه قرار در خانه، همون وظیفه که تا پیش برده برو خلاص. خوش هستی که وظیفه را پیش میبرم. نه مادر شدی نه عزتمند. روزی سرت میرسه که مریض میشی، کسی بازخواستی تام نمیکنه.
اولاد نداری که حالی در گرد چرخ بخوره، یکیش از این طرف بگیره سیب پوست کرده باشه که بگی مادر جان، یکیش از این طرف آب بگیره، از این طرف شربت بگیره، برو تباه و برباد میشی. نکوی طور. دین اسلام احکام خود آسان کرده، زمینه را برای نعوذ بالله فحاشی و بی‌حیایی مهیا نمیسازه. اما امروز ملت ما خود امی زمینه را برابر کرده. تویا و عروسی ها دو طلا میشه او چیستا مهرها خیلی بلند میشه. دختری کی قدرش زیاد میشه که مهر زیاد بگذاره. دامادت جزی بدنت شد، اولادت شد، تو گرفتی او را تباه و برباد کردی. 4 روز از عروسیش تیر نشده باشه تق 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 زیر سعی میکنه که چیسته قرضدار استاته، سالی دیگه پرت میشه. عروسی خود روان میکنه که نه نیست در خانه، بیگامیه، خود دروغگوی هم میکنه، عروسی خودم پیش روان میکنه، بیچاره زندگیم نمیتونه. آخر دیگه مجبور میشه در قایقای بگوی در کشتیای ترکیه خود دگیری چیسته دیگه مردم بده که لط کنه بزنه. 2 ماه بعد پس روسیا پس در خانه بیا که 1 روپم در جیب نی، قرضدارا دیوانه کده باشه پدریشه. یعنی کارای ماست. باز خود مسلمان میگیریم. قرآن برای چی گفت؟ راه های ازدواج آسان است. دختر جوان شده، بچه جوان شده، پشتش بگرد، راه آسان پیدا کو. آن کسی که دین داشت خلاص دیگه. حدیث پیامبر چطور است؟ اذا اتاکم من ترضون چیست دینه و خلقه فزوجوه. و کسی که آمد که شما میپسندید دین و اخلاقش، بس به نکاح بدید. اگر این کار نمیکنه تکن فی الارض چیست؟ فساد کبیر است، فساد بزرگ باز جور میشه. واقعا جور شده. امروز ببینید حالات خیلی خراب است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخوری مالایتان در بینتان به طریق ناروا خلاف شرع، الا ان تکون تجارتا، مگر کی باشه به طریق تجارت، ولی تجارت عن تراض منکم، از روی رضامندی باشه از شما. ولا تقتلوا انفسکم، نفسایتان قتلم نکنی. ان الله کان بكم رحیما، یقینا الله متعال کان است بكم بالایتان رحیما، رحم کننده. به خاطر این مزید رحم ضرر از شما منع میکنه. مال به طریق غیر مشروع خوردن سبب بدبختی خودتان است. نظام از بین میره. نظام خبرداری یا نه؟ ولا تاکلوا، قرآن عام میگه لا تاکلوا اموالکم، نخوری مالایتان، مالای خود آدم برای باطل. یک اول نکته دیجاست، مالی خود آدم چطور برای باطل بخوره؟ بله بعضی اوقات مالی خودم از رای باطل آدم میخوره. شراب میخوره، سرش شراب میخوره، نعوذ بالله. مال خدا به باطل میخوره، زنا میکنه، نعوذ بالله. مال خدا به باطل در بدعتا مصرف میکنه، در رواجا مصرف میکنه. مال خدا به باطل خورد، مال خودش از خوب به باطل خورد. یک مانا. دوم، مال از خودت نیست، مال از دیگه برادر مسلمان است، لیکن مال برادر مسلمان دیگه به مثل مال توست. مثل که تو نمیخوای که مال تو از رای باطل کسی دیگه بخوره، میخوای که کسی دیگه برای باطل بخوره، به رشوت، به زور، به ظلم، به غصب، به دروغ، به چانس، به فریبکاری، به دوکه‌بازی بخوره. خوش داره؟ این همی قسم مال دیگه قسم مال خودواره فکر بکو، از رای مشروع غیر مشروع نخوشه. تو خوش داری که بری در دکاندار، یک تلفن است 1000 روپیه و اونجا 10,000 از پیشت میگیره. خوش داری که 9,000 روپیه اضافه است تو بگیره؟ نه پس که در خانه به کی کار کرده باشه، ولو که پدری تام باشه لعنت سرش صدا میکنی. خیر تو هم در جای دیگه نفر خود قرار بده. تو چطور از مردم همی قدر میگیری؟ نمیخوایی کسی برات دروغ بگوید، تو به مردم دروغ نگو. نمیخوایی که مالی غلطه، مالی بی تاپره، بی چیستا سند سرت بفروشه، تو نفروش. نمیخوایی کسی از پیش رشوت بگیره، تو رشوت نگی. نمیخوایی که وقتی با بچت زن بگیری که مردم از پیشت هتل چی عروسی را در هتل طلب کنه مهر زیاد بگیره، تو ده دختری دمیتور بکن. حسن اموالکم بینکم بالباطل، به طریق باطل. میخوایی که کسی از تو سود بگیره؟ نه نمیخوای. میخوایی که زمینی تا کسی غصب بکنه؟ میخوایی که مالی تا کسی دزدی کنه؟ میخوایی که کسی دعوای ناقصری تو بکنه؟ مالی مردم دیگه هم همینطور است. اموالکم، قرآن برات گفته که به طریق غیر مشروع مالتان در بینتان
نخوره مگر که تجارت بر رضامندی باشه. الله براتون معامله را پیدا کرده، زندگیتون توسط تجارت روان است بس. و انصاف بشی، مال بیار، محنت بکش، فایده تا بگی، بنگی بر الله بگو 20 روپه 100 روپه فایده بگی، بالکل واضح براستی. لیکن فریب نکو، فریب کاری نکو، غصب نکو، دزدی نکو، رشوت نخو. بس قرآن برات گفته. چرا؟ اگر این کار تو شروع کردی دیگه قسم مالی تو را به طریق باطل از پیشت میگیره. تو از مردم رشوت گرفتی، خو اونجا باز قصاب از تو میزنه، دکاندار از تو میزنه، خلاص بی‌اعتمادی، فضای بی‌اعتمادی پیدا میشه، خود به خود نظام در هم و بر هم میشه. امروز نظام بی‌اعتمادی پیدا شده یا نشده؟ کس به کسی قرض نمیده، دور پر هم. در سخن قسم هم میخوری، مردم سری قسم اعتبار نداره. نمی صراحت ما مردم رسیدیم نرسیدیم، خودی ما به دست خود کردیم. چرا؟ یکی پشت دیگه شدیم، یکی در صدد دیگه شدیم. کریت آواز میکنی بالای شمواره انگور است، شمواره، باز میری اون طرف سعی میکنی که یه چیز داشت نیست. پارسال بود، 13 سال بود، من گرفتم فرتی تلمو انگور فروش تختای کریت آورد زیر من. من اینقدر خوش شدم از این که آدم چقدر نیک آدم است که به خاطر که این کارتن آمده خانه میبرم این انگور خراب نشود. سعی نکردم، رفتم در خانه کارتن آواز کردم که همین تخته رئیس کردم که کارتن بلند کنم که راب کلش افتاد. این مکمل کارتنم چی شده بود؟ گنده شده بود. امی فقط یک قطارک انگور، یک قطارک، یک دانه این درست بوده، دیگه مکمل گنده بود. میبینی او تلاش میکنه. قرآن بر ما میگه آسان گپ است، دین آسان است، خو مردم عمل نمیکنه. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر که تجارت از روی رضامندی در بینتان باشه. یک موضوع خویی شد. مال به مثل نفس است، از نفس کده مال مهم است، از او خاطر حکم مال اول ذکر کرد. مردم یک نفر بچهش قتل کرده بود، خود زمینی شده دورسه مقتول میدادیم. تو باور بکنه بچهش قتل کرده بود، میگه بچه مرا بکشه خود زمینی مرا نگیر. گفت بچه مرا قصاص کنه، من زمین نمیدم. من اونجا فهمیدم که مال چقدر محبت داره. الله اکبر. مال بسیار چیز. بعد از او ولا تقتلوا انفسکم، قتل نکنه نفسای خدا. کسی نفس خدا قتل میکنه؟ ها؟ بله میکنه. قتل نکنه نفسای. قتل نفس دو قسم است، یکی حقیقی است، یکی حکمی. حقیقی هم میکنه بعضی مردم نفسای خدا قتل. چرا؟ مردم که زور و زیادت در زندگیش پیدا شود، خدا غرغره نمیکنه، خدا آتش نمیزنه، روزانه خبر نمیشنوی که مردم خدا در آب میندازه، خدا آتش میزنه. این معاملات در دنیای غرب خیلی زیاد است، در بین مسلمان ها خیلی کم است. چرا؟ مسلمان که هر نوع فشار و سختی سرش بیا، باز تکیه‌گاه دلش وجود داره، میگه برو الله برم اجر میده، از او خاطر زود دست خودکشی نمیزنه. اما در دنیای غرب چون دین وجود نداره، یک کمی مشکل زندگی که سرش زور شوه، دست به چی میزنه؟ خودکشی. شما بری آمار خودکشی ها را در ممالک کفری چی بکنه؟ محاسبه بکنه که باز براتان واضح شوه که اونجا به میلیون ها مردم خودکشی میکنه. این را قتل حقیقی میگه. بعضی مردم خدا قتل میکنه حقیقتا. یکی قتل حکمی است، نفسایتان قتل حکمی نکنه. قتل حکمی او را میگه که نفس آن غذا را نمیدی که او قتش بگه پرورش بیابه و تربیت شود. اگر نفسی تا غذای حرام دادی قتل کردیشه. اگر نفسی تا آن چیزی که غذای روحی تاست ندادی، نفسی تا قتل کردی. علم، خصوصا علم قرآن و حدیث غذای روحی ماست. وقتی که ایره دور نگاه کردی، نفسی تا قتل کردی، در بدر کردی، خاک بسر کردی. این قتل حکمی است. دو، اینجا مراد از نفس قتل نفس خود نیست، قتل نفس دیگراست. خود تعبیر به نفس کرده. چرا؟ به خاطر تعبیر به نفس کرده که نفسی از او مثل نفس تو آریست. پیغمبر علیه الصلاة و السلام مؤمنا را به مثل چی کرده؟ المؤمنون کجسد واحد. مؤمنا به مثل جسد واحد است. قتل از او مثل قتل خود است. از او خاطر تعبیر به نفس کرده. یک توجیه. دوم توجیه، خود قتل نکنید. تو کی رفتی دیگه کسی قتل کردی، او چی میکنه؟ میخیزه تو را قتل میکنه.
سبب قتل نفست کی شد؟ تو شدی، خودت تو قتل کردی. از او خاطر میگه ولا تقتلوا انفسکم، نفسایتان قتل نکنید. ان الله کان بكم رحیما، یقینا الله است بالای شما رحم کننده. خب خیر قتل کردن نفس گناه کبیره است؟ بله گناه کبیره است، اما در یک صورت گناه کبیره نیست، قتل نفس که امروز زمین موضوع زیاد زمزمه میشه یاوی است. یکی انتحار است، یکی استشهاد. انتحار حرام است. انتحار رو میگه از روی زور و ظلم و تنگی زندگی و فشاری چی بگوی زندگی تو خود غرغره میکنی یا آتش میزنی یا زهر میخوری، هر چی برلایی که میکنی، این را انتحار میگه و این در دین اسلام حرام است. کسی که این کار قد تا روز قیامت از سببی که خود کشته هم ساعتا جور میشی پس کشته میشی. با شمشیر زده خود اینمی طور زده تا روز قیامت میزنی، با آتش خود در داده میشی. یکی استشهاد است، طلب شهادت. طلب شهادت دو قسم است. یکی طلب شهادت است که مرگ از جانب دیگه است، تو میموری، در این شک و شبه نیست، نصی صریح وجود داره. در زمان صحابه خود پرتافته در جنگ پیش کرده خود برای ازی که از رسول الله پرسان کرد، گفت ما که کشته شدیم چی برای ما حاصل میشه؟ گفت جنت. خرما را منداخته و دویده. این خریدن مرگ بود، استشهاد بود، طلب شهادت بود. کلگی میدانست که دینمی انبویی من دیگه خلاصی ندارم. در جنگ خیبر در قلا که یک صحابی خود انداخت و طمع نداشت که من باز زنده میشم. نص وجود داره. قرآن هم میگه ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم. یک استشهاد که با مرگ خود تو میموری، در این مورد شرط وجود داره. اول شرطش است که به خاطر رضای الله باشه، به خاطر پول و پیسه و به خاطر از این نباشه که مردم بگه که فدایی است. خلاص اگه یکی کار بود حرام است. اول شرط. دوم شرط راه دیگر مبارزه با دشمن نداشته باشی. دیگر راه مبارزه نداری، مجبور استی آلی دشمن به انفجار خود از بین میبری. دو شرط. سوم شرط امی کاری تو سر دشمن تاثیرگذار باشه. اگر تاثیرگذار نباشه تو خود انفجار داده برو و هیچ دقیقیت نیست، چرا خود انفجار میدی؟ باز حرام است اگر خود انفجار میدی. چهارم شرط ضررش به مسلمان از فایدهش زیاد نباشه، که تو خود انفجار میدی لیکن اون طرف مسلمان های دیگه خیلی زیاد آزار و اذیت میابن. نه این کار نمیکنی. اگر این چهار شرط موجود بود باز استشهاد جایز، اگر نبود ناجایز است. او را باز قتل نفس گفته نمیشه، او را پیش کردن و نفس خود به الله فروختن است. نفس خود به کی؟ چرا بخواد مقصدت اعلای چیست؟ کلمت الله است که دین الله بالا شود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.